با درود خدمت فارس زبانان و هموطنان عزیزم. من حامد ملایری هستم. با شروع از درس الهیات مسیحی امروز درس دوممون رو میخوام شروع کنیم که موضوع درسمون در مورد مکاشفه خدا هستش. جلسه گذشته در رابطه با ماهیت و ضرورت مطالعه الهیات طبقه‌بندی شده صحبت کردیم و برتری آنها را با علم، اخلاق، دین و فلسفه مورد بررسی قرار دادیم. اما امروز میخوایم در مورد مکاشفه الهی مطالعه داشته باشیم. پس اجازه بدهید قبل از هر چیز رؤوس مطالب امروز رو خدمتتون عرض کنم. امروز مبحث مکاشفه خدا را ابتدا با شرحی از مکاشفه الهی شروع میکنیم که در آن دو موضوع مورد بررسی قرار میدهیم. یک، موضوع مکاشفه عمومی خدا و دو، موضوع مکاشفه مخصوص خداست. مکاشفه خدا. پاسکال، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی قرن 17 وقتی که درباره خدا صحبت میکرد او را خدای پنهان میخواند و همچنین اضافه میکند که این خدای پنهان خود را آشکار کرده و به همین دلیل میتوانیم او را بشناسیم. آشکار است که اگر خدا خودش را مکشوف نمیکرد هیچ کس نمیتوانست او را بشناسد، ولی باید فهمید که مکاشفه چه معنایی دارد. مکاشفه عبارتند از آن عمل خدا که به وسیله آن خدا خود را مکشوف می کند و حقایق را به فکر انسان منتقل می نماید. بدین طریق آنچه را که از طریق دیگری نمی توان فهمید به مخلوقات خود می فهماند. مکاشفه ممکن است به وسیله یک عمل ناگهانی انجام شود یا در یک دوره طولانی از زمان صورت بگیرد. مطالعه مکاشفه الهی در خداشناسی مسیح به گونه‌ای تقسیم بندی شده که شامل مکاشفه عمومی و مکاشفه مخصوص خدا از خودش هست که به بررسی هر کدام به طور جداگانه می‌پردازیم. مکاشفه عمومی خدا. مکاشفه عمومی در طبیعت و تاریخ و وجدان دیده می شود، به این مفهوم که خدا آنچه را که می خواهد ما در مورد خودش بدانیم از طریق عوامل طبیعی و حوادث تاریخ و وجدان به ما انتقال می دهد که البته توسط همه می تواند قابل درک باشد. هدف از مکاشفه عمومی تأمین احتیاجات طبیعی و تشویق روح انسان به جستجوی خدای واقعی است. مطالعه این سه مقوله مکاشفه عمومی یعنی طبیعت، تاریخ و وجدان کمک زیادی به درک این موضوع ما می‌کند. پس اول مکاشفه عمومی در طبیعت مورد مطالعه قرار می‌دهیم. مکاشفه عمومی خدا در طبیعت. در اینجا برای روشن شدن موضوع میخواهم ابتدا اشاره داشته باشم به نظریه بعضی مکاتب غیر مسیحی در مورد مکاشفه عمومی خدا در طبیعت. به عنوان مثال تمام طبیعیون که منکر وجود خدا هستند و طبیعت را منشأ همه چیز می‌دانند معتقدند که مکاشفه الهی در طبیعت وجود ندارد. به همین دلیل آن را طبیعت رو می‌پرستند. اما پیروان مکتب همه خدایی طبیعت را مظهر واقعی خدا نمی‌دانند، چون عده‌ای از آنها خدا را با طبیعت یکی می‌دانند و عده‌ای دیگر خدا را یک نیروی ابدی می‌شمارند که علت العلل تمام تغییرات جهان میباشد و گروه دیگر همه خدا را عقل کل می‌دانند. اونا معتقدند که طبیعت جلوه‌ای از آن عقل کل هست. در واقع هیچ کدام از این گروه‌ها در عالم هستی مکاشفه از خدایی برتر از طبیعت نمی‌بینند. از طرف دیگر یزدانگرایان یا دیست ها معتقدند که مکاشفه الهی به طور کامل در طبیعت دیده می شود و به مکاشفه دیگری احتیاج نداریم. آنها بر این باورند که از طبیعت می توان به حقایق بسیار روشنی در مورد خدا و نیکی و ابدیت و مکافات عمل پی برد. آنها بر این باورند که مکاشفه‌ای که از خدا میتوان در طبیعت به دست آورد به قدری روشن و غیر قابل تغییر که برای درک آن نیازی به مکاشفه دیگری نمی‌بینند. در صورتی که خیلی جالب است که حقایق مورد ادعای آنها نه از طبیعت بلکه از کتاب مقدس کسب شده است،
اما امروزه به جای اعتقاد دئیست ها این اعتقاد رایج است که در طبیعت هیچ مکاشفه ای از خدا وجود ندارد، در صورتی که انسان همیشه در طبیعت مکاشفه ای از خدا دیده است. غالب بزرگداران مسیح در این مورد اعتقاد خودشون را با کلماتی نظیر فرمایشات و سرایندگان مزامیر و انبیا و رسولان ابراز کردند که به چند تای اونها اشاره میکنند. مثلا کتاب مزمور باب 19 از آیه 1 تا 2: آسمان جلال خدا را بیان میکنند و فلک از عمل دستهایش خبر میدهد. روز سخن میرانند تا روز و شب معرفت را اعلام کنند تا شب. از رساله رومیان میخونم باب 1 آیات 18 تا 20: خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت گریزانند نازل میکنند. برای آنان حقیقت وجود خدا کاملا روشن است، زیرا خدا وجدانهایشان را از این حقیقت آگاه ساخته است. انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده دیده است و با دیدن آنها میتوان به وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدنی هستند پی برد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می‌ایستد، برای بی‌ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد. پس همونطور که می‌بینید مکاشفه الهی در طبیعت نشان دهنده این است که خدایی وجود دارد و این خدا دارای قدرت، جلال و الوهیت و نیکویی است. ولی این مکاشفه الهی در طبیعت دارای محدودیت‌هایی هست. به عنوان مثال، هرچند مکاشفه خدا در طبیعت برای قانع کردن مردم به اینکه خالقی وجود دارد کافی است، ولی برای نجات انسان کافی نمی‌کند و هدف آن عبارت از تشویق انسان به جستجوی مکاشفه کامل الهی و نقشه نجات انسان است. پس به عبارتی میشه گفت که مکاشفه الهی در طبیعت دعوت خدا از انسان است تا به سوی خالق خدا بازگشت کند و نجات بیابد. متاسفانه نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که به دلیل وجود شرارت در جهان این مکاشفه تا حدی پوشیده شده است. خب این بود مطالعه‌مون در مورد مکاشفه عمومی خدا در طبیعت. حالا به مورد بعدی یعنی مکاشفه خدا در تاریخ را مورد بررسی قرار میده. مکاشفه خدا در تاریخ. علاوه بر مکاشفه الهی در طبیعت، خدا در تاریخ هم از خودش مکاشفه‌ای به جا گذاشته. از کتاب مقدس میفهمیم که سرنوشت تمام پادشاهان و امپراتوری ها در دست خداست. به عنوان مثال در کتاب اعمال رسولان باب 17 از آیه 26 تا 27 میخونیم: او تمام مردم دنیا را از یک نفر به وجود آورد، یعنی از آدم، و قومها را در سرتاسر این زمین پراکنده ساخت. اون زمان به قدرت رسیدن و سقوط هر یک از قومهای جهان و مرزهای آنها را از پیش تعیین کرد. با توجه به این واقعیت از نظر الهیات مسیحی معتقدیم که در تاریخ هم مکاشفه از قدرت، مشیت و تدبیر الهی وجود دارد. کارهای خدا و کارهای خدا در مصر. بر همین اساس است کتاب مقدس در مورد کارهای خدا در مصر صحبت میکنه. در کتاب خروج بابهای 7 الی 15 میخونیم که چطور خدا بر مصریان بلاهای مختلف نازل میکند تا سرانجام فرعون راضی میشود که قوم یهود از مصر خارج شوند و در ادامه میخونیم که این خروج با قدرت معجزه خدا صورت میگیره. همچنین کارهای خدا در مورد سایر قوم‌ها و سرزمین‌ها، از جمله در مورد بابل در کتاب ارمیا باب 50 از آیات 1 و 16 و باب 51 از آیه 1 تا 4 و قوم آشور کتاب اشعیا باب 10 آیات 5 تا 19 و کتاب حزقیال باب 31 آیه 1 تا 14 و درباره قوم‌های ماد، فارس و یونان کتاب دانیال باب 8 از آیه 1 تا 21. در مورد 4 امپراتوری کتاب دانیال
باب 7 آیه 7 8 23 و 24 میتونیم مطالعه کنیم. خدا به طور ویژه‌ای خودش را در تاریخ قوم اسرائیل مکشوف کرده و به خصوص به این قوم از رفتار و تدابیرش درک خاصی به آنها بخشید. نکته قابل توجهی هست که وقتی تمام جهان با وضع یأس آوری، یعنی با وضع ناامیدی در گرداب ادیان چند خدایی و همه خدایی فرو رفته بودند، ابراهیم، اسحاق و یعقوب و فرزندان آنها خدا را به عنوان خدای واحد زنده و ابدی و مقدس که میتواند خود را مکشوف سازد شناختند و او را به عنوان خالق و حافظ و اداره کننده کائنات پذیرفتند. اگرچه قوم یهود قومی کوچک بود و نیز در کشوری کوچک و غیر معروف زندگی میکرد و با سایر ملل رابطه زیادی نداشت، اما کارهای خدا باعث شد که این قوم نظاره‌گر تمام جهان باشه که در کتاب تثنیه باب 28 آیه 10 میخونیم و یا موسی در خروج باب 32 آیه 12 و همچون کتاب تثنیه باب 9 آیه 28 وقتی که داره در حضور خدا موسی برای قومش شفاعت میکنه، به این مسئله نظاره‌گر بودن قومش در مقابل خدا اشاره میکنه. در مطالعه تاریخ این قوم میبینیم که وقتی قوم اسرائیل مطیع خدا بود، توانست 7 ملت قوی‌تر از خود را شکستند. 7 ملت قوی‌تر از خود را شکستند. ولی وقتی از راه‌های خدا دور میشه، خدا این قوم را به ملت‌های متخاصم تسلیم میکرد و اجازه میداد که به اسارت برده بشوند. و باز وقتی قوم نزد خدا توبه میکرد، خدا نجات دهنده‌ای میفرستاد و آنها را بر دشمنانشان پیروز میکرد. پس در واقع میشه گفت که در تمام تجربیات قوم اسرائیل خدا نه فقط خود را به آن ملت ظاهر میکنند، بلکه از طریق این ملت بر تمام جهان مکشوف میکنند. اما به مورد بحث سوم، مکاشفه خدا در وجدان بشری میپردازیم. پس مکاشفه عمومی خدا رو در طبیعت و تاریخ بررسی کردیم و الان میخوایم اشاره هم به نکته سوم، یعنی مکاشفه عمومی خدا در وجدان بشری داشته باشیم. وجدان به طور خلاصه یک امر ذاتی و غریزی است و ساخته دست انسان نیست. وجدان اعمال و نظرات ما را با معیارهای اخلاقی ما مقایسه می‌کند و به ما فشار میاره که آنچه را که با این معیارهای هماهنگی دارد انجام دهیم و از خلاف آن پرهیز کنیم. همین احساس راستی و خطا در انسان و تشخیص نیک و بد که به ما به طور غریزی داده شده، مکاشفه الهی را در ما امکان پذیر می‌سازد. پس نتیجه می‌گیریم که وجدان امری که ما بر خودمان تحمیل کرده باشیم نیست، چون انسان غالباً سعی داره که از آن بگریزد. پس باید گفت که وجدان انعکاسی از صدای خدا در روح ماست. یه بار دیگه تکرار می‌کنم. پس باید گفت که وجدان انعکاسی است از صدای خدا در روح ماست. همونطوری که سطح شفاف آب منعکس کننده خورشید و نور آن است، به همین طریق وجدان در انسان میتونه مکشوف کننده وجود خدا و قسمتی از خصوصیات الهی در او باشه. پس یعنی وجدان برای ما روشن میکنه که نه فقط خدا وجود داره، بلکه معلوم میکنه که خدا در میان درست و نادرست تفاوت قائل میشه. در رساله رومیان باب 2 آیات 14 تا 16 میخونیم و پیوسته در راستی عمل میکند و انتظار دارد که موجودات با هوش و ذکاوت همانند او در راستی عمل کنند و از کار نادرست دوری کنند. پس میفهمیم که چرا هر خطایی مجازاتی خواهد داشت.
اگر انسان معتقد نباشد که وجدانش به نوعی بیان کننده حقایق و از ذات انسانی او بالاتر است، در این صورت امر و نهی و دستورات وجدانش دیگر برای او اعتباری نمیتواند داشته باشند. به عبارتی وجدان نشان دهنده وجود یک قانونگذار والا مقام است که قوانین درست و خطا جزئی از وجود و اراده اوست. خب پس از بررسی مکاشفه عمومی خدا که گفتیم در طبیعت و تاریخ و وجدان مکشوف میشه، به بحث در مورد مکاشفه مخصوص خدا میرسیم. مکاشفه مخصوص خدا. منظور از مکاشفه مخصوص آن اعمال خداست که به وسیله آنها او خود و حقایق مربوط به خودش را در زمان و به اشخاص به خصوص ظاهر می کنند، ولی لزوماً فقط برای آن زمان و آن اشخاص ویژه نیست. مکاشفه مخصوص خدا مثل گنجی میمونه که تمام جهانیان باید در آن سهیم باشند. کتاب مقدس در این رابطه میگه مزمور باب 105 از آیه 1 تا 2: خداوند را به سبب کارهای شگفت انگیزش سپاس گویید، کارهای او را برای سایر قومها تعریف کنید، او را بستایید و درباره کارهای شگفت انگیزش تفکر نمایید. در انجیل متی میخونیم باب 28 آیات 19 تا 20: و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما دادم اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم. آمین. همینطور اعمال رسولان باب 1 آیه 8: لیکن چون روح القدس بر شما می آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا اقصی نقاط جهان. خدا رو شکر برای این مکاشفه مخصوص خدا از طرق مختلف به انسان میرسه. در اینجا به 5 راه دریافت آن اشاره میکنیم که یک شامل 5 راه دریافت مکاشفه مخصوص خدا: 1 معجزات، 2 نبوت‌ها، 3 تجلی خدا در عیسی مسیح، تجسم خدا، 4 کتاب مقدس، 5 تجربه شخصی. عزیزان، امروز درس ما در مورد مکاشفه خدا رو مورد بررسی قرار دادیم. در مورد مکاشفه خدا، مکاشفه عمومی خدا بود و مکاشفه مخصوص خدا، که درس بعدی ما در مورد مکاشفه مخصوص خدا هستش که میپردازیم. امیدوارم که امروز و این درس مورد برکتتون قرار گرفته شده باشه. اما در آخر و پایان میخوام یه دعایی داشته باشم و بتونیم که با قدرت خداوند، با قدرت روح القدس و با حضور خداوند زنده ما بتونیم این نیرو رو داشته باشیم که این درس ها رو ادامه بدیم و موجب برکت همه شما عزیزان شده باشیم. ای خدای عزیز، ای خدای بزرگ و پرجلال، ای پدر آسمانی، خدای تو را شکر میکنیم و نام تو را مقدس و پاک میداریم. خداوند شکرت میکنیم به خاطر این موقعیت ها، به خاطر این فضل و برکتی که به ما دادی. خداوند شکرت میکنیم به خاطر ایمان و این زندگی تازه‌ای را که به ما بخشیدی، چون تو خدای زنده هستی. خداوند شکرت میکنیم و تو را میپرستیم و تو را جلال میدیم، به خاطر اینکه تو قدوس، نیک و الوهیت و تو همه چیز در تو هستش. خداوند شکرت میکنیم به خاطر این راهی که در جلوی ما گذاشتی و تو رو میپرستیم، به خاطر اینکه راه تو زنده است، کلام تو میدرخشه و کلام تو مثل نور میمونه. خداوند شکرت میکنیم
و میخوایم که تو در حضور ما باشی و شکرت میکنی به خاطر همه چیزهایی را که به ما مکشوف کرد و مکشوف کردی و خواهی کرد و نشون دادی. همه اینا رو در نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین آمین و آمین. با خداحافظی، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشی.